سلام. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ قربانت ممنون. اسم شریفتون چیه؟ من بهروز. خب آقا بهروز ما یه چالش داریم. شما اسم 5 تا از استان‌های افغانستان رو میگی و 50000 تومان جایزه داره. اگه تونستی بگی. اگه 6 تا بگم چند تا داره؟ همون 50 تومن. نه خب من دوست دارم 6 تا بگم. خب بگو هم هر چقدر میدونی بگو. هر چقدر بگم تو پول میدی بابتش؟ نه دیگه همون 50 تومن چالش. من باید زیاد بگم. نه دیگه این چالش من حداقل 20 تا بلدم. یه 300 تومانی گیرم. خب شما برو تمام مسابقه هایی که اسم استان رو زیاد میگی جایزش بیشتر همونجا. هرات. بله هرات. قندهار. کابل. پنشیر. قندوز هم هست بله. ده تمام. بله. خب شما میدونید تو این استان‌ها مثلا چه قومیت اینا زندگی میکنن؟ من زیاد با افغانی‌ها چیزی ندارم. رفت آمد نداری زیاد. خب بذار من براتون بگم تو هرات بیشتر همین تاجیک‌ها زیادن. بعد هرات هم هممرز مشهده. توی قندهار و اینجا هم بیشتر پشتونا زیادن. بعد توی نیمروز هم از همه قومیت‌ها هست چون اونجا مرز رفت آمد زیاده. اونجا هم از همه قومیت‌ها زیاد هستن. خب ما خوشحال شدیم باهاتون. قربانت. بده. بفرمایید. همین جایزتون. خداحافظی می‌کنید داداش.